بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیة الله فی الارضین. یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیة صالحه. برای همه فعالیت‌های خودت در زندگی یک نیت نیکو و شایسته‌ای قرار بده، حتی فی النوم و الاکل، حتی برای خوردن، برای خوابیدن هم یک نیت صالحی در نظر بگیر. میخوابیم تا انشاءالله فردا صبح بتوانیم به کارهامون که بر عهده ماست و تکلیف ماست برسیم. نهار میخوریم برای اینکه زانوانمون قوت پیدا کنه، جسممون قوت پیدا کنه تا بتوانیم به کارهایی که بر عهده ماست برسیم. نیت صالح شاخص و مایز بین اعمالی که دارای ثواب الهی هستند و غیر اونها همینه. بعضی میگن خب مگر غسل جمعه رو خدای متعال قرار نداده برای اینکه انسان بدنش تمیز بشه؟ خب ما میریم تو استخر مثلا، فرض کنید که شنا میکنیم بدنمون تمیز میشه. خب بله، منتها غسل جمعه، در غسل جمعه شما میگید خدایا این کار رو برای امر تو میکنم. ارتباط اونجا این ارتباط وجود نداره. اصل قضیه این است که انسان بتوانه بین همه فعالیت‌های خود و بین اون هدف والای زندگی، هدف اصلی نهایی حیات بشر و وجود بشر که ارتباط با خدا و تقرب به خداست، بتوانه یک رابطه برقرار کنه. در اعمال عبادی این کار به طور طبیعی انجام میگیره. لذا نماز یک نعمت خداست. نماز واقعا که واجب کردن نماز رو بر ما، این یه نعمت بزرگی است. ما قدر این نعمت رو خیلی مثل که نمیدونیم. اگر نماز نبود ما به طور طبیعی و متعارف زندگیمون متوجه خدا نمی شدیم، مگر در گرفتاری ها که انسان به طور طبیعی متوجه میشه. اما نماز موجب می شود که شما هر شبانه روزی 5 نوبت حداقل دلتون رو به یاد خدا بیاندازید. خیلی فرصت بزرگی است، خیلی نعمت بزرگی است. نماز رو نعمت بدانیم، قدر بدانیم. همه عبادات از این قبیل. خب حالا اگر اعمال غیر عبادی را هم انسان همین جور متصل کنه به اون هدف اصلی، ببینید چه کیفیت خوبی برای دل انسان، برای جان انسان به وجود میاد، چه فتوحی برای انسان پیش میاد. ما همینطور متوقف میمانیم و تعجب هم میکنیم که چرا ما پیش نمیریم. خب علتش همینه، راه برای پیش رفتن بازه.